یعنی اینقدر فضا مسموم شده حتی نمیشه جلوی دخترم گفت من گشنمه. متاسفانه فکر میکردم با باز شدن مرز تمام مشکلات حل میشه، ولی اینطور نیست. سلام رفقا، چطورید؟ من حسام تیرچم هستم. به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. این ویدیو میخوام براتون پارت 2 سلاطین تیک تاک ایران یا همون سلاطین پارک رو براتون برم. همونطور که تو نظرسنجی اینستاگرامی گذاشته بودم، استوری گذاشته بودم، پارت 2 کدوم ویدیو زودتر بسازم، رأی شما بیشتر سلاطین پارک بود و یا همون سلاطین تیک تاکی ایرانی. ما گفتیم چشم، براتون میسازیم، پارت 2 میسازیم، به شرطی که حمایت کنید، لایکش کنید، کامنت بذارید، برای دوستاتون بفرستید و اینکه اگه جدید هستین و این ویدیو رو میبینید و اگه تا حالا کانال رو سابسکرایب ندارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و یه زنگوله کنارش هم بزنید و اینکه کامنت و لایک یادتون نره. مرسی از انرژیتون. بریم سراغ ویدیو. تو رو خدا این مدرسه رو باز کنید. هولی شت، هولی شت. دوستان عزیز تیک تاکر که میرید توی پارک ویدیو میسازید، این بچه ها از شما یاد میگیرن. شوگر مامی داری؟ دوستان شما نگاه نکنید بابا، ما فکر کردیم فقط این بچهای 15 16 ساله میرن توی پارک کلیپ میسازن. از تو دیگه انتظار نداشتم. سن خر داری. ببین من بال ندارم، بری بالا. پارک به جای که بشینه بازیشو بکنه، با سوسو بازی کنه، این تقصیر شما داره. شما دوستان میرین توی پارک کلیپ میسازین، بچه میبینه یاد میگیره. آقا بچه میبینه یاد میگیره. آقا فقط مونده ایرانست پیام بده بگه خواستی بری توالت، کد WC رو به شماره 8985 پیامک کن تا شما رو از خالی بودن دستشویی باخبر کنیم. هزینه فایلسازی 75 تومن. کد ایناسه رو بدیم به این، کد ایناسه. تو چرا اینجوری کلیپ میسازی و اینجا دستاتو چرا اینجوری میکنی؟ یکی از خفنای پارک. دوستان نکن آهنگ خوب توی کلیپ ها خیلی مثلا 90% راه رفتین. شما وقتی یه آهنگ خوب و شاخ و خفن داشته باشین توی کلیپ ها 90% راه رفتین و اینکه اون 10% هم مدل راه رفتنتونه. این باعث جذابیت کلیپ میشه. آب گوشی ها دقت کن. پیام این ویدیو این بود که این همه خوبی در حقت کردم و خوبیامون ندید. اون داشت گوشی رو میزد، گوشی رو گذاشتم سر جاش و تو فکر کردی من دارم گوشی رو میزنم. آقا من نفهمیدم چی شد، ولی پیام این ویدیو اینجوری بود که آقا من در حقت خوبی کردم و تو ندیدی. ندا میدونی چیه؟ همه چی محلیش خوبه. شیر محلی، دوغ محلی، آره کم محلی. خوب شد ویدیوت، حالا به جمعش کن. آقا جالبش اینجا این پارک دارن میرن، این تنش میخوره به اون، پاش میخوره به اون، شفا بهش میزنه. این همه جا، این همه جاده، حتما با اون بغل رد بشی. این همه اینا حتما با از اون بغل رد بشی. 20 آب من نمیفهمم چرا حتما با تنه من به تنه اون بخوره، تنه تو به تنه اون یکی بخوره، پای تو به اون یکی باش. مگه کم داری؟
بچهای سلاطین پارک. راه رفتن خیلی مهمه. اون جمعیت پشت سر یعنی خفن بودن تو نشون میده. هرچی بیشتر خفن‌تر، هرچی راه رفتن خفن‌تر تو خفن‌تر. یعنی که هیچ پیامد این ویدیو نره، فقط راه برو. یعنی آهنگ پلی بشو با دوستات راه میرو، پشت سر راه میان و راه برو. هیچی من گله اصلا دختر نگاه نمی کنم. دختر پسرم اوه من برم بمیرم. خانم یه بوس به هم میدی تا با گرمای لبت سیگارم رو روشن کنم؟ بوس میدم تا کونت بسوزه با اون روشن کن. تا تو باشی دیگه گوخوری اضافه نه. واقعا الان دیگه نمیشه به دخترها حرف زد. یعنی اینقدر فضا مسموم شده حتی نمیشه جلوی دخترم گفت من گشنمه. با آدم گشنه رفاقت نکنی. یهو دیدی به یه لقمه نون فروختت. آخه تو رفیقی؟ کجا رفیقه؟ به چی فروختی؟ کثافت. رفاقت یه عمره. یعنی با مزه. این هم خواستن یه حرکتی بزنن و حالا بگن ما هم زنده ایم، ما هم یه کارهای برای انجام دادن و ارائه داریم. به غیر از چیزای دیگه که چیزای دیگه هم واسه ارائه داریم ما انجام بدیم. تو خدای مدرسه ها رو باز کنید و اینکه غیر حضوری بودن مدرسه هیچ به درد بچه ها نمیخوره. بچه رو ضعیف گیر آوردن. این کلیپ اصلیشو براتون میذارم. Holy shit. دعوای ناموسی بود. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut خفن کی بودی تو؟ اسپانسر برنامه قالشویی اعتماد. بله. همچنان میبینی که حالتونم داشت دعوا شده بچه ها شره سمیاری سردم داری مرد نبردی شرور پلنگی ها رو مردی عشق جنگی فقط شب و پلنگی ها. خب چه حرکتی الان؟ Holy shit. گفتم فضا قد مسموم شده. نگاه کنید. دختری الان یه پا محمده. ببین تکبر باش. اونی که خیلی پرجاره خروسه. او حلالت باشه. رئیسشون بدنم سیخ شد. رئیسشون بابای دختره بود. هولی شت. بابا شما 15 سالتون نشده چرا این کار رو میکنی؟ ریاکشن میدم بزنه. این روزا حالا خوشی ندارم. به احترام روح شادی روح علی حاتمی. علی حاتمی مسئولی کی بود؟
شما خیلی گلی ولی من با شما روزی شدن مدارس کاملا موافقم. منم موافقم. آقا هر کی موافقه توی کامنت برام بنویسه. نه تو دیگه چرا؟ بابا ژاپن خاکت کنن. متاسفانه فکر میکردم با باز شدن مرز تمام مشکلات حل میشه ولی اینطور نیست. نباید قصه بکنم. الان شدم بخون. چرا ننه؟ قصه ننه. بابا ژاپن خاکت کنن. چیزی واسه گفتن نمیزنم. آخه من چی بگم به اینا مثلا. کسی میدونه چجوری میتونم به مریخ سفر کنم؟ با ماز شدن مدرسه و الزامی شدن مدارس کاملا موافقم. یعنی مدارس باز بشه و الزامی بشه و بچه‌ها شما روزی در مدرسه وجود داشته باشن کاملا موافقم. انقدر ما رو نگرفتین که دیگه الان نه ما میتونیم جهاز بگیریم نه دیگه شما میتونید عروس بگیریم. کاری به جملهش ندارم. میدونین چه قیافش دیدم اون لحظه که تو جلو دوربین بود یاد یه چیزی افتادم. یاد یه عکسی افتادم. حالا ما که تو واقعیت ازت چیزی ندیدیم ولی استوریات قشنگه. بچه‌های سوخ ماستی میدن تو بچه‌های پارک. رفقا مرسی که ویدیومون تا اینجا تماشا کردید. حتما یادتون نره هر نظری دارید، هر انتقاد دارید یا هر چیزی که توی ویدیو دیدید برام توی کامنت بنویسید. لایک کنید حتما ویدیو رو تا الگوریتم یوتیوب به ما کمک کنه که یوتیوب فارسی ایران بیاد بالا. بعد اینکه اگر جدید هستید، اگر تا حالا کانال رو ساب ندارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید که تا هر موقع ویدیو گذاشتم براتون پیغامش بیاد. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. موبین امدی؟ داداش تو اینجا چی کار میکنی؟ تو منو کجا میشناسی؟ بابا مگه هست کسی تو رو نشناسه؟ واقعا؟ آره داداش این چه سر وضعیه داداش؟ دیگه داداش دور تیک تاکراست. حقم داری.